امتحانات تمام شد. مارکو، از امتحانات چه برای ما آورده ای؟ یک ورقه قهوه‌ای. قهوه‌ای چرا؟ آنچنان که افتد و دانی کار هر ترممه. موندم چرا موقع امتحانات اینقدر دانشجوها دین و ایمونشون قوی میشه، همه انسانای پاک و معصوم دست به خیر میشن، چون منتظر معجزه است. اما خدا بگم چیکارشون کنه اون دانشجوهایی که سر جلسه امتحان ورق سفید اضافی میگیرن. خب لامصب پشت روی ورقه رو سیاه و کبود کردی، چی دیگه میخوای بنویسی؟ خون به دل همه کردی. نصف اونایی که میافتن و مشهود میشن مسببش تویی، خرخون. مراقبم که این ابوالهول بالا سرت وایساده خودتو بخارونی میگه تقلب کردی. بابا میخوره، عجب گرفتاری شدیم ما. مراقبایی هم هستن که مرامی میرسونن به بعضی از دخترها. 24 ساعت تو اینستاگرام پلک نمیزنه، خوابش نمیبره. همین که لای کتابو وا میکنه پلکاش سنگین میشه، انگار 2 خشاب دیاسپام خورده، میره تو کما.